در ناحیه وسع مردانی از 30 تا 45 ساله‌را به حشر دعوت کردند. مقامات محلی آنها را وظیفه‌دار کرده است که برای بازسازی راه‌ها دست به کار شوند. گروه‌ها از آنهای عبارت خواهد بود که در گذشته در یک صنف و در یک مکتب خوانده بودند. گروهی هستند که تولد به تولد از سال 80 علایده گروه، تمام کننده‌های 90 علایده گروه، همه گروه تشکیل کردگی‌اند، علاقه زمینه گذاشتند، همه را نوارو را تو نشان دادن رئیس‌های جماعت را که ما مثال که ما نقشه گرفتگی ما ایرا هست. گروه کاری در دیهای کدوچی است، گروه کاری در جماعت توگرک است. مقامات واسه میگن این تجربه در دیگر نواحی کار داده است. جوانان 33 ساله دهه جوریز این ناحیه که در گذشته در یک مکتب همصنف بودند برای بازسازی راه مبلغ جمع کرده اند. مردانی از 40 بالای این دهه بازسازی دستگاه تقسیم برق را به دوش گرفتند. حالا که اینا دیده ایستادیم، این همی گذر خدمت ما همی گذر در زندگی میکنم. خدم زنگ زده بچه‌ها را گفتم که همه گذر مونا اسفالت پوش کنیم. اینا سوم جام کرده، سوم خدم جام کردم. هر یک خونه سوم جام کرده، اینا سنگوش ریختم با تویسونا همه گذر تا آخرش اسفالت پوش کردنیم. در حکومت ناحیه واسع گفتند که این قشر جامعه باید 30 کیلومتر راه را بازسازی کنند. در گذشته بیشتر مهاجران را به چنین کار جلب می‌کردند. حالا همصنفان سابق که هر کدام دارای کسب و کار گوناگون هستند. در یک جایگی با دستگیری مقامات و صاحبکارها، رئیس‌های جماعت و فعالای ما این کار را پیگیری میکنیم و نسبت سال 2024 یک برابر زیادتر گوشت میدیم دیگوتا. حالا در همه شهر و ناحیه ها دیده می شود که خودی ساکنان با حشر راه ساخته ایستادند. در واسه بار اول است که همصنفان سابق را برای بازسازی راه و مکتب و خط برق متحد می کنند. تا کجا با این شیوه کار موفق خواهد بود و حق نشان خواهد داد.